السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز مهربان، امیدوارم که هر یک شما خوب هستید، صحت سلامت هستید. شامتون بخیر، روزتون بخیر و یک روزی رمضانی دیگر. امروز چهارم روزی رمضان است. سه روز ویدیو نکردیم، چهارم روز سر کردیم. امروز یک آش کردم، آش پلاو. نمیدونم آش میاره یا که شوله میاره یا که یالما میوه، نمیدونم چی میوه. تیار کردم. مردا گفت یا دو بخش ده آش نکردی، یا آش بکو برای وی آش کردم. اینجا زیر بخش تیار کردم. بعدا میاندازم سبزی را ریزه کردم. مینداری خودم به هر یک شما میرسونم. و دوستان عزیز مهربان، چی گفتن؟ مینداری خودم به هر یک شما میرسونم که دستگیری میکنید، لایک میکنید، پادزیت میکنید، ویدیو رو پادلیت میکنیم. مینداری خودم به هر یکتون میرسونم و ما ویدیو میکنیم. این به معنای وای نیست که ما ای دیگه آدم ها در خوشروتر میتونیم کدبانویم. به معنای وای نیست. به معنای وای که شما ذوقی همین کار کردن پیدا شود، بتونم همین خوراک تیار کردن بخزه تیار کنید. این همین مقصدی ما. همین قیمت دیگران رو در نظر ندارم، تو قیمت خود ما در نظر دارم. برای وای یگان گپای گنده ننویسید. آشه 100% زنکای تاجیک همش میتونن. برای ما میشه با وقتی که یک بار آشت سخت میوه، یک بار سست میوه، یک بار خشک میوه، این همه ده هست به فکری من. برای ما خیلی خلومت نشان میتیم. این همی خیر. این روزه باشه آش میکنیم و سلطی سیزر باشه سونیا تیار کردگی علکه. بازی وقتی که قریب شام شد بعد گرفته با نشان میتیم. و هستن زنکایی که میپرسن ما با چه خیلی برنج آش تیار میکنم. راستیگه اینم خیلی برنج کتی آش به نهایت با مزه خشک میوه، ریزانه خشک میوه و بسیار وقت میشه که همین برنج در مغازه نمیشه و نمیدونم برای چی. دمی گرد و نوای ما 3 تا مغازینه هوایده نمیتونم یافته یگان وقت. بعد دیگه برنج استفاده میبرم. نباشه من خیلی برنج استفاده میبرم. کسی که نگرفته گه حتما بگیره. اینم خیلی برنجای رنگی، برنجای تاجیکستان دیوزیره میگن. چی میگفتن در تاجیکستان؟ همونجا در میانتر میگن. چون اینم خیلی میخریدم من. اینجا دم خیلی بو هم نداره. یا خیلی برنجاش هسته، یک بوک داره، این نداره. نه کدومی که گرفتنی دائمی غریبه این برنج بگیرید به نهایت خوبه. اینم خیلی یک سالته که سیزر تیار کردیم. سونیا تیار کرده انیقترش. ایره سالتی برای آش تیار کردم. ولی آش موندم پرتفتگی. بعدی 3 مینوت نمازی شام میشود. اینم خیلی با آش کشیدم با نشون میتیم. دوستان عزیز و مهربان، حتما شما هم تیار کنید. برای سالت سیزر چو در کره ما ولاگای پیش نشان دادگیم. گوشت مرغ، تخم جوشاندگی، بعد سس برای همی سالت سیزر، بعد سالت یعنی کپوست سالتی کو هم خلیو، بعد سوخاریکی رو ما خون کردیم. سوخاریک میشه که بخرید، میشه که خودتون تیار کنید. بعد در بالاش چخلی که دیدید سیر по желанию. اینم خیلی دوستان عزیز و مهربان آشمان تیار شد. به حد آش خوش رو اومده. نمیدونم در ویدیو خیلی نشون نمیده. آشی با مزه اومده و مرده اومده. این خیلی سالت آورده. من به نهایت دوست میدارم این سالتی کپوستی چمچیره. اینم خیلی به ما اشتیای طعام. کسی خورده سه اشتیای طعام حتما که آش تیار کنید در این ماهی پرفیض و پربرکت شما هم و با همراه اهل عائله بخورید. خیر تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. خداوند نگهداری هر یکی ما و شما باشد.